آخه زیر گنبد کبود یه استادی بود که خیلی معروف بود. یه روز یه جوانی ازش میپرسه که استاد راز موفقیت شما چیه؟ چی شد انقدر معروف شدی؟ استاد میگه که فردا صبح بیا دم رودخونه بزرگ. جوونم میگه اوکی. فردا میره دم رودخونه و میبینه که استاد داره آبتنی رو شنا میکنه. استاد که اینو میبینه از دور بهش اشاره میزنه که بیا. جوون میره تو آب. استاد تا میبینه این اومد تو آب کله‌شو میگیره میکنه تو آب. دست و پا میزنه. استادم تنومند و قوی بوده، این نمیتونسته در بره دیگه، کبود میشه، بنفش میشه، داره میمیره. استاد میارتش بیرون. بهش میگه اون موقع که تو آب بودی دنبال چی بودی؟ میگه هوا. میگه اگه همون قدم دنبال موفقیت بودی تا الان موفق شده بود. خلاصه موفقیت چیز خوبیه و سعی کنید بهش برسید. داره من موفقم که تلاش کن، بشه تلاش کن.